بفرمایید. جان این چقدر؟ این 50 تومنه. چقدر ما بردم؟ 100 تومن. پولمه میخوام. چرا آبری منو داری میبری؟ آبروی الان دارم 50 من. تومن بگیر، من به تو 50 تومن دیگه میدم. بده بینم 50 تومن. چی؟ بگم بده بینم 50 تومن. بقیه‌اش میدم. نه الان میکشونم دادگاه رامبو جوان، تو این پله های دادسرا بالا پایینت میکنم رامبو. سر 50,000 تومن. بله سر کمتره. ای هم آدم ها رو به آتش کشیدم، همه میبافم. چرا اینقدر خشن شدی؟ سر 50,000 تومن ببین داری چی کار میکنی؟ میخوام اصلا بگیرم بنزم تو جوب. چیکار دار؟ پول خودمه. 50 تومنه؟ بیان یک ریال که هم باشه استدیوی خراب میکنم. بفرمایید. آخه 20 تومنی که تو جیبش میذاره تو این دور زمونه. آقا شما چرا تو کار مالی ما دخالت میکنید؟ شاید نقش نداشته باشی که از اسکناس اوه چیه؟ صدای گرگ برای چی در میاد؟ 100,000 تومن دادی تهدید میکنی چرا؟ 45 تومن 1 2 3 48 و 640. خب عزیزم به خدا الان دیگه نداری.